پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. این داستان برکه ممنوع. دیگه دیر وقته، باید یه جا رو پیدا کنم که بشه شب و توش گذروند. اونجا یه کلبه است. اوه چه آشغالدونی. حتی یه طویله هم از اینجا ترتمیزتره، ولی لااقل یه جا واسه خواب پیدا کردم. صدای خورخوری به این وحشتناکی نشنیدم. آره مثل دیو تنوره میکشه. الان بهترین موقع است که از اینجا خارج شیم. این یه فرصته. فقط به چیزی احتیاج داریم تا این کیسه رو بشکافیم. ولی ما که اینجا چیزی نداریم کنیم. ولی تگو که داریم. داره با این کارش کیسه رو باز میکنه. آفرین تگ. فقط یه خورده دیگه مونده. اون موفق شد. آره من که رفتم جانمی جان. بیاین پایین. خب فلرتیشیا دیگه میتونیم بریم پایین. تو کی هستی؟ من برونیک هستم و اینجام خونمه. تو کی هستی؟ من کاپیتان لیش هستم. دیگه داشتم میرفتم. میخوای بری؟ نمیشه بری. نمیشه؟ نه خیر همینجا میمونی. گوش کن، اگه بذاری من دارم یه گنج بزرگی دارم که باهات قسمت میکنم. گنج به چه دردم میخوره؟ هرچی بخوام خودم میتونم به دست بیارم، اما پیشنهاد وسوسه‌ام کرد. پس در این مدت مهمون خودمه تا تونستیم از شهرشون خلاص بشیم. البته به لطف تگ. ولی خیلی بد شد. نقشه میمونه دست لیچ. میتونه نمونه گالیور. منظورت چیه بانکو؟ چشم از اینجا زیاد دور نیست. ما به قدر کافی وقت داریم نقشه رو پس بگیریم. پس معطل چی هستیم؟ بزنیم بریم. خیلی خوب همه برن بالا. خوشبختانه اینجا یه نردبون هست که کارمون آسون کرده. من میدونم که در قفل میکنه. بذار بیام بیرون. ساکت وگرنه تا آخر عمرت همونجا زندونی هستی. اون کیه؟ اون برونیکه، یه گوشه گیر جنگلی. بذار بیام بیرون. چشمت به این در باشه. فکر نکنم دستمون به نقشه برسه. نگران نباش، نقشه رو پس میگیریم، اما راهش یکم سخته. بریم، اما سر صدا نکنیم. داره میاد، آماده باشین. حالا خب تا یه مدتی مشغولش میکنه. اینجا چه خبره؟ هر دم از این باغ بری میرسد. خب برونیک میدونه با شما مزاحمای کوچولو
زود همه پراکنده بشین. پس میخوایم با هم بازی کنین. آره قصد بازی داری. چیه؟ سعی کن منو بگیری. خودشه داری به هم میرسی. نزدیکتر شدی. نزدیکتر. خب بیا بذار کمکت کنم. گیرت آوردم. هی اینجا منو بگیر. اگه میتونی بیا منو بگیر، من اینجا همسم. گوری. باشا بیا. هیچ کس نمیتونه سر به سر برونی گذاره. امیدوارم کلک نخدا براش کارساز باشه. حالا اون بیهوش شد، اما خیلی زود به هوش میاد. ولی ما که هنوز نقشه رو نگرفتیم. درسته فلرتیشیا. حالا خوب گوش کنین، یه نقشه ای دارم. پس معامله تمومه لی؟ قول شرف میدم. خوبه. پس نقشه رو از زیر در بده بیرون تا از اتاقک آزاد بشه. بیا بگیر. حالا در باز کن. باشه لی. حالا نقشه رو رد کن. بیاد گالیور. کاپیتان لیت برگرد تو سراخت. برونیک باید فرار کنم. لیچ با عجله زد به چاک. آره من میدونستم که میزنه به چاک. خیلی خوب برونیک، دیگه میتونی بیای بیرون. الان میام خدمتتون. گالیور کارم چطور بود؟ عالی بود. تو توی تقلید صدا استادی. گری چشمی الانه که آفتاب بزنه. زمان از یادم رفته بود. باید عجله کنی. دیر رسید. آب داره فروکش میکنه. شاید هنوزم بتونم خودمون بهش برسونم، اما باید زود دست به کار بشیم. تنابو شل کنین. تناب دیگه به آخرش رسید. موفق نمیشه من میدونم. موفق شدم. زودتر منو بکشید بالا. هورا! گری و تک دوباره بازم قول شدن. من و تگم فهمیدیم از جایی که مطمئن نیستیم هیچ وقت آب ننوشیم. درسته تگ؟ خب دیگه وقتشه برگردیم به لیلیپوت. گالیور نقشه رو رد کن بیاد. لیچ؟ گفتم زودتر نقشه رو رد کن بیاد گالیور. بانکو این یکی تقلید صدا رو بهتره فقط واسه خودت تنها در بیاری.